توی دنیای تکنولوژی هر چیزی که به وجود میاد اولین کاری که میکنن برای ما ایرانیای بدبخت فیلترش میکنن و مسئولین خودمون هم توی این موضوع بی تقصیر نیست. گزینه بارزش همین چت جی پی تی خودمون. این چت جی پی تی یکی از بات‌های هوش مصنوعی که خیلی قدرتمنده و هم شماره مجازی میخواد هم باید وی پی ان داشته باشی. حالا امروز من آمدم بهت آموزش بدم چطوری میتونیم که چت جی پی تی رو بدون نه نیاز به شماره مجازی و بدون نیاز به فیلتر شکن بیارید و باهاش کار کن. برای این کار دوستان یه لحظه ببخشید این اینترنت ضعیفه، من اینو یه لحظه ببندم، متاسفم. خب بریم سراغ چی. میایم اینجا مینویسیم BAI chat. این کلمه رو که بنویسید براتون میاره و حالا من استاپش میکنم. وقتی آورد وارد سایت اول میشید. وقتی که وارد سایت شدید باید بیاید روی این گزینه، یعنی صفحه لاگین رو براتون میاره. ایمیل رو میدی، اگه حساب هم نداری ثبت نام کوچولویی میکنید و وارد میشید. حالا من تا اینجا تونستم پیش برم، پارم کرد، اینترنت ضعیفه نمیشه، ولی دیگه شما بدونید که همین و همین. لایک کن، سابسکرایب کن یا اون فالو، تو آپارات میگم فالو، زنگوله هم بزن که هر وقت ویدیو گذاشتم خبردار شید. آره دیگه، خدافیز.